توافق با ایران امروز یکشنبه امضا میشه. این تازه ترین ادعای ترامپ است، اما در تهران هنوز کسی زمان امضا را قطعی نمیدانه. در همین حال یک عضو مجلس خبرگان میگه که نباید نگران نتیجه توافق بود و سفارت ایران در کنیا هم با کنایه به سندکام میگه که آنچه نابود شده نه ارتش ایران بلکه آبروی ارتش امریکاست. حالا همه منتظرند ببینند که امروز روز امضای توافق است یا ادامه بازی‌های روایت ها. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل از طریق نت از شهر هامبورگ آلمان وصل هستیم. سلام آقای مفید، اگر توافق به این اندازه نهایی شده، چرا واشنگتن از زمان امضا مطمئن است و اما تهران هنوز با احتیاط صحبت میکنه؟ درود مهر به شما کدبانو شکلیان شمس، برنامه عالی تان و بینندگان گرامی و همکار تکنیکی تان. بسیار جالب است. پیش از اینکه ما پاسخ بدم پرسش شما، اجازه بدین که متن را که از جانب آقای شهباز شریف در صفحه اکسشان نوشته شده و متن انگلیسی خدمت شما عرض میکنم، ترجمه فارسی میخوانم. آقای شهباز شریف نوشته کردن که بین ایران و ایالات متحده آمریکا بلافاصله قرار است تا پیمان صلح به صورت برقی امضا شود و سپس در هفته آینده گفتگوها در سطح کارشناسان برگزار گردد. او در این فکر خود نشان میکنه که از ایالات متحده آمریکا و ایران به خاطر پابندی و تعهدشان در جریان گفتگوها سپاسگزار هستم و همچنین کشورهای منطقه به سبب پشتیبانیشان قدردانی کرده. خب این متن بسیار جالب است. در این متن آدم چند چیز میفهم. اول، تمام زمینه‌ها فراهم شده برای دستینه امضا و دوم اینکه که این توافقنامه اساسنامه قرار است از طریق آنلاین یا از طریق به اصطلاح اینترنتی به دستینه امضا برسه. مسئله کاملا حل است. آنچه که برمیگرده بر رسانه ها و بازتاب مسائل مربوط به این توافقنامه گوناگون است. چنانکه شما فرمودین، آقای حمیدرضا غلامزاده رئیس اندیشکده دیپلماسی هاوس ایران هم به صراحت گفته که ما با این توافقنامه هنوز جمهوری اسلامی ایران آمادگی کافی برای دستینه امضای نداره. آقای غلام محسن محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران به صراحت اعلام میکنه که امریکا قابل اعتماد نیست و ما مشکل است که بالای امریکا اعتماد کنیم. از این لحاظ قرار بود تا این توافقنامه در ژنو سوئیس به صورت مستقیم و یا حضوری دستینه امضا شود که جانب ایالات متحده آمریکا آقای جی وانس، آقای ترامپ در سوشال تریدش نشته کرده که ما آقای جی وانس هم میفرستم. دو طیاره C-17 تمام زمینای مسافرت فراهم ساخته بودن و قرار بود بیایم و جانب ایران هم قرار بود که آقای قالیباف رئیس مجلس نمایندگان ایران محمد باقر قالیباف در اینجا سهم بگیره و این توافقنامه را دستین امضا کنه. اما میبینیم که مسئله کاملا دگرگونه بازتاب میشه و رسانه ها و جریان های مختلفی را به گونه مختلف میبینه. کسی به نام انوش عوده در روزنامه الجزیره جلب نظر که خودش در اسرائیل زندگی میکنه و آدم میگه که یگانه کشوری که پای کشکنی میکنه و تلاش داره تا این توافقنامه و طریقت امضا نشه اسرائیل و آقای نتانیاهو است. خب ما میبینیم که همچنان در ایالات متحده آمریکا گروه های افراطی دستراستی که با گروه به اصطلاح با آقای ترامپ هم همسو هستند در پارلمان، در مجلس نمایندگان و در مجلس سنا، اونم این توافقنامه را بر امریکا درست نمیدانه. میگه ما هیچ چیزی تغییر نامد، ایران رژیمش ما تنگه هرمز آزاد میکنه، آزاد بود و به اصطلاح و همچنان محاصره ما باید شکسته شود، پولای ایران باید داده شود برای اینکه ایران اورانیم غنی‌تر از کشور خود بکشه و یا دوباره اقتصادی شود. بفرمایید. شما اشاره کردین ولی ما میخوایم واضح‌تر شما بپردازین. آیا اختلاف بر سر زمان امضاست یا هنوز بر سر متن توافق چانه‌زنی ادامه داره؟ متن توافق چنانی که آقای ترامپ اعلان کرده، چنانچه که من میخواستم خدمت شما عرض کنم که آنچه را که نیروها یا دولت بخشای رسمی کشور ایران که شخص رئیس جمهور آقای پزشکیان است و شخص آقای عراقچی وزیر خارجه که در این مثلا نقش برزنده برازنده و برجسته دارن و خود آقای قالیباف، این سه نفر به تمام معنا با این متن توافق دارن. و آنچه که برمیگرده به محمد محسن رضایی مشاور ارشد جناب مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران، و آدم هم دولت مشکوک میبینه. رسانه ها و گروه های مختلف فکری این مسئله را از منابع فکری خودشون میبینن، چنانکه آقای ترامپ در سوشال تروت خود نشته کرده که ایران حق نداره از رسانه‌هایش از دل خود تعبیر کنه.
این در چند مسئله بسیار کوچک با توافق رسیدن. ببینید، یک، آتش بس برای 60 روز. دو، مسئله گشایش تنگه هرمز از جانب ایران که تمام امکانات رفع میکنه، هیچ وسیله را بر روی نمیمونه و جریان نفت کاملا نادی میسازه. 20% نفت جهان از چه میگذره و گاز طبیعی و کود کیمیایی و اورانیوم و بسیار مسائل دیگه. هلیوم ببخشید. همچنان یک مسئله دیگه که در اینجا مطرح است، مسئله حل دشواری هسته‌ای ایران است. در 60 روز مذاکره توسط متخصصان و کارشناسان بخش IAEA یا بخش انرژی اتمی ملل متحد، جمع کارشناسان ایران و امریکا، مسئله رقیق سازی دوباره اورانیوم غنی شده ایران را بررسی میکنند. گرچه در گزارش آمده که یک مقدار از مقدار 450 کیلوگرم غنی شده 60% در زیر آوار گیر مانده و کشیدن از او هم بسیار مشکل است و کی جرأت خواهد کرد که برای انرژی اتمی در حال غناسازی شده را در اوج بکشه. به هر صورت اینا رو متخصصان ارزیابی میکنند تا این مدت 60 روز آینده و در این مدت بعد از او با دولت متحده آمریکا امی پول منجمد شده 100 میلیارد ایران به تدریج 24 میلیارد در گام نخست، 12 میلیارد، 10 میلیارد و 2 میلیارد به تدریج میپردازه و این دشواری‌ها مشترک. در این مسائل به توافق رسیدن اردوشان. چرا همزمان با خبرهای مثبت از توافق، جنگ روابط‌ها میان ایران و آمریکا شدت گرفته؟ خب بدون شک ببینید در دو کشور، هم در ایالات متحده آمریکا و هم در اسرائیل و هم در ایران، نیروهای مخالف از این توافقنامه وجود داره. کسی از به نام نوش عوده در الجزیره که خود از آدم در اسرائیل زندگی میکنه، او در گزارش در الجزیره بسیار به صراحت نوشته میکنه که اسرائیل یگانه کشور است که مخالف از این توافقنامه است و هویت و حیثیت نتانیاهو وابسته به این توافقنامه است. اگه توافقنامه امضا شود، هویت و شخصیت و وجود همه در اسرائیل به خطر میفته. دومین نیرویی که از این خاطر است که اسرائیل بدون در نظر داشت تمام توافقنامه دیروز در جنوب لبنان حمله کرده، 5 نفر کشته و 20 قریه و شهرک دستور داده که از برآیند. و همچنان در داخل غزه در 48 ساعت 2 فلسطینی کشته و 11 تن زخمی ساخته. یعنی اسرائیل نشان میده که ما با این موافق نیستم. دومین نیروی در داخل خود ایران است. ببینید وقتی غلام محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه میگه ایالات متحده آمریکا قابل اطمینان نیست و خود ما حمیدرضا غلامزاده رئیس اندیشکده دیپلماسی هاوس دیپلو هاوس ایران به صراحت نوشته میکنه که هنوز ما به تمام جزئیات از این توافقنامه رهبری موافق همسو نیستند. مشکلات وجود داره، اونا همه چیز تایید نکردن. یک آدم دانشمند و پژوهشگر است و مخالف از توافقنامه نیست که فکر دیگر رقم نشه. یا مثلا احمد وحیدی یا جناب جنرال مجید موسوی فرمانده قوای هوایی میگه که برای ما مهم نیست کوچکترین تا علیه ایران کسی دست به اقدام بزنه، ما تمام شرق میانه رو به آتش میکشیم یا خلیج فارس به آتش میکشیم، تمام کشورها رو اخطار میده. اینا نیروهای یا نشرات رسانه‌های ایرانی، رسانه‌های رسمی ایرانی، حتی برخی نشرات وابسته به دولت علیه از این توافقنامه هستن، میگن که حیثیت ایران رفته، امریکا قابل اعتماد نیست، با اسرائیل قابل اعتماد نیست، ما باید در منطقه چیزی کنیم، اتم باید اتم بسازیم، اصلی اتمی به خود ما، وقتی که اسرائیل اتم داره ما چنان. این پرسش‌هایی است که مطرح میشه. هم از جانب رئیس جمهور ایران جناب آقای دکتر پزشکیان با صراحت هم در صفحات گفته و در مصاحبه خودم در ایران گفته که رسانه‌ها اجازه ندارن که مسائل وارونه و بدل خودشون تعبیر کنن و همچنان غیر مستقیم به شخصیت‌هایی که مخالف از توافقنامه نظریات ابراز میکنن قرار گرفته. آقای قالیباف وزیر خارجه در صفحه خود نوشته کرده که ما تمام زمینهای مذاکرات فراهم شده، توافقنامه یا سازشنامه یا همسونامه قابل دستینه است، ما هیچ مخالفت داریم، بالاخره با هزار مشکلات یک توافقنامه کامل ایجاد شده. خب این دو گونه نظریات وجود داره، هم در امریکا، در ایالات متحده آمریکا هم برخی نظریات وجود داره، برخی شخصیت‌ها وجود دارن، بخصوص گروه که وابسته به خود آقای ترامپ هستن. آقای ترامپ فشار میتونه که این تسلیمی به ایران است، نباید توافقنامه امضا شود، باید ایران نابود میکنید، 20% و 20% هم بیاین نابود کنین، راحت بسازین ما را. و گروه‌های وابسته به اسرائیل در خود ایالات متحده آمریکا تعداد از اینا زیاد است. حتی احتمال بسیار زیاد داره که آقای کوشنر داماد آقای ترامپ که یک یهودی است تمام جزئیات توافقنامه را با آقای ترامپ اطلاع میده، تا خود از یادم شاید مخالفت شد. به این پیمانه وقتی که هم ارزیابی میکنه نورهای مخالف و موافق وجود داره. اما جهان امروزی
و کشورهای اروپایی در کل پیمو اوضاع ناتو و ملل متحد، سرمنشی ملل متحد، قوان کلیسا، حتی خود پاپ لیون رهبر کاتولیکای جهان، اینا پافشاری بسیار جدی برای حل از این مسئله و امضای توافقنامه دارن و پافشاری دارن که امریکا از خودخواهیاش دست بکشه و باید به جهان ایران حقیقتش به رسمیت بشناسن، باید این جنگ خاتمه داده شود. به این حساب می‌بینیم که افکار جهانی، رسانه‌های جهانی، ملل متحد، شورای امنیتش، سرمنشی ملل متحد، جهان امروزی، ناتو، کشورهای اروپایی، همه برای این توافق دارن تا تمام خلیج فارس. توجه کنین عربستان سعودی پافشاری بسیار جدی به حل مسئله داره. قطر حق از مسلم جدی داره، حتی اسناد وجود داره که ما در اختیار دارم که خود رهبر یا رئیس دولت متحده عرب مبلغ 3 میلیارد دلار، ببخشید 3 میلیارد دلار پول منجمد شده ایران قبلا به حسابش انتقال داده و توافق کرده که 20 میلیارد دیگه شون بعداً بده. خود عمان با توافق رسیده. تنها کشور اردن و کویت که سکوت کردن، دیگه تمام کشور عربی با این توافق پافشاری بسیار جدی دارن. بفرمایید. پس آیا امروز یک شنبه روز پایان ماها مذاکره خواهد بود یا آغاز مرحله تازه از چانه‌زنی میان دو طرف؟ خب چنانچه که من پیشتر خدمت شما از دیدگاه آقای شهباز شریف صدراعظم پاکستان است، از توییترش که اکس میگنش نام جدیدش، خدمت شما متن انگلیسی نشان دادم و خواندم، ترجمه کردم. به همین ترتیب میبینیم که تمام مراحل توافق آماده است. هم ایران آماده است، هم آقای قالیباف آماده است، هم آقای جی دی وانس معاون رئیس جمهور ترامپ آماده است. متن توافق صورت گرفته. خب فقط میمونه دستینه ازی که آیا آنلاین امروز میشه یا فردا میشه یا کمی هم تال خود، ولی به طور قطعا من مطمئن هستم تا یکشنبه هفته آینده تمام زمینا میشه. خب یک چیز فراموش نکنیم که آقای ترامپ امروز روز یکشنبه 80مین سالگرد زادروز یا تولدش است و این جشن گرفته در امریکا و فردا حرکت میکنه میاد در سوئیس، در بخش فرانسه و در نشست کشورهای جی 7 اشتراک میکنه. در اونجا دوباره با رهبران اروپایی، رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم ایتالیا و صدراعظم آلمان و صدراعظم انگلستان با اینا ملاقات میکنه و سوی تفاهم رفع میکنن. و یک گام مثبت دیگه این که تمام کشورهایی که من نام گرفتم رهبرایشان به طرفداری صلح و حل مسئله توافق کردن. حتی اتحادیه اروپا آمادگی نشان داده که اگر امریکا بخواد نخواد ما با ایران تماس میگیریم و چنانچه که معین وزارت خارجه دنمارک آمد با معاون وزارت خارجه ایران در ایران ملاقات کرد و گفت که ما هر نوع تکس که شما بتین آماده هستیم. اتحادیه اروپا آماده است که تمام زمینهای به اصطلاح باز شدن تنگه هرمز با ایران توافق کنند با امان ایران، البته کشور مطرح است. خب ما می‌بینیم جهان به طرف صلح میره. بفرمایید. مفید صاحب، کدام روایت به واقعیت نزدیکتر است؟ خوشبینی واشنگتن که از امیدواری توافق میگه و از امضایش، یا احتیاط تهران؟ خب خوشبینی علت به امریکا و فراموش نکنیم خوشبینی برخی رهبران رسمی مثل رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس پارلمان و برخی شخصیت‌های دیگه ایران هم همسو هستند با این مسئله و همچنین میانجیگریان مثل قطر، پاکستان و سفر معاون شورای امنیت ایران به قطر و مذاکراتش با بن نهیان، زید بن نهیان معین شورای امنیت قطر، ببخشید امارات متحده عربی، و توافق در این مورد، مذاکرات با قطر، اینا تمام مراحل هستند که تمام نیروهای مثبت‌گرا و صلح طلب در داخل ایران موافق هستند به مسئله. بمانه نیروهای مخالف و پیشتر تعداد از اینا رو بر شما عرض کردم، اینا همیشه تلاش میکنن. این مسئله سر تبلیغات است. هر کدوم میخواد که در جامعه خودش با تمام ضعف‌ها و پروبلم‌ها و دشواری‌هایی که وجود داره خودش قهرمان نشان بده. حالت میتونه امریکا خود قهرمان نشان میده. ما جنگ بردم، مثلا ایران از بین میبرم، ما اتو میکنم. آقای ترامپ در جریان انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای حزبش شکست خورده و در خود میان دوره‌ای که در ماه اکتبر مطرح است میخواد دوباره پایگاه در جانب جامعه داشته باشه و مردم ایالات متحده آمریکا در 80% طرفدار صلح هستند. این جنگ نادرست میپندارن. بنابراین آقای ترامپ برای اینکه بگه ما یک نیروستم، این امریکا رو نجات میدم، اتم هم از جهان نشان میدم، ایران یک کشور توریست صاحب اتمی نشه، بالاتر از این مسائل خودش مطرح میکنه. ایران برای اینکه نشان بده که ما جنگ بردیم، امریکا رو با تمام عظمتش شکست دادیم، اسرائیل شکست دادیم و ببینید پولای خدا میگیرم، تنگه هرمز ما بند کردیم، زورشان نرسید و هر چیز دیگر رو میتون. اینا فقط تبلیغات است.
تا هر دو طرف میخواهند که در منابع جامعه خودشان در منابع فکری جایگاه داشته باشند. سپاسگزار هستیم آقای مفید از حضور شما در برنامه. تشکر سپاس از شما کدبان شکلی جان شمس و از برنامه نازنین آفاقتان. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.